السلام علیکم. و علیکم السلام. حنظله جان چی میکنی؟ هیچ، من تو شیشتم کار ندارم. چرا درس نمیخوانیم؟ این مکتوبات ما آوردیم. هنوز وقت است. اگه از امروز شروع کنیم درس بخوانیم، تمرین کنیم، سوالا رو زودتر روز امتحان حل میکنیم. تو خودت چطور بر امتحان آماده میشی؟ من برنامه دارم. هر روز درس‌های امروز رو تکرار میکنم، درس‌های خودم میخوانم، کارخانگی خود انجام میتم. شب که فرداش امتحان دارم کلا آماده میباشم و زود خواب میشم. حال فهمیدم که موفقیت تنها آرزو نیست، بلکه نتیجه تلاش و آمادگی است. دقیقاً برادرم، هیچ تلاش بدون نتیجه باقی نمیمانه. خداوند متعال در قرآن کریم میفرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم و ان لیس للانسان الا ما سعی. درست است خواهرم، دیگه وقت خود را ناحق ضایع نمیکنیم و با جدیت درس میخوانیم. درست است بیادرم، من هم هر کمک از دستم برات انجام میدم. درست است خواهرم، انشالله الله جل جلاله ما را در امتحانات موفق بسازد و تشکر از تشویق و راهنماییت.